گفتن که رایگان واکسینه کردن. اما من البته میگذارم واکسینه کردن این برای ما شرط است. چون که من ببینید که باز یک برهم خورد باز آوجش کنم. پدر و مادر من هم همجا دکتر کار میکنن. مثلا همشون واکسینه گذراندستن. آیا بیمارا بسیار بیمارا راضی نمیشوند که مثلا ای کجا مقصد میدونم اینا در آسیا گذراندستن و دارم او سوز نشدستن سوسو نکیم همی دکتر یک چیره میدونم مقصد گذراندسته لو چه گذرانم مقصد برای سلامتی پیشگیری خچون من از دارو و سوزاندارو حساسیت دارم. از این رو از امشبی میترسم. بجز از این من درباره واکسینه که میتواند تاثیر منفی رساند نظرهای زیادی منفی شنیدم. همه دکترها که چیزی گفتم اون را کردن در کره. برای که دکتران اثر میدونن ایمورا. نه نمیخوام که ام گذرانده شوم اوید به کرونا ویروس. در دیگر خارج ها هستن که آرزو میکنن با پول با مبلغ ها این را خریدار میکنن. با ما به پول آمده ایستاده است. نسبت به امشبی نظری نیک دارم. اگر این گونه امکانیت برایم فراهم شود حتما از آن استفاده خواهم کرد. پیشگیری گرفتن در کل خیلی اختیار با خودتونه. برای بیمار نشدن و ضرر خود رو در جامعه نرسانیدن بهترین است. من نمیخوام از کووید 19 واکسن نگیرم برای آنکه من خودم روی سلامتیم سوز است و من اگر واکسن نگیرم побочный افکت این بزرگ میشد.